ببین چه نماز میخونی چه نمیخونی، لطفا این ویدیو رو ببین. تا حالا فکر کردی شاید خدا یه نعمتی رو ازت بگیره و تو حتی متوجهش نشی؟ یه بنده خدایی بهم گفت فکر میکنم که چون نماز نمیخونم خدا منو تنبیه میکنه. گفتم نه، خود نماز نخوندن بزرگترین تنبیهه، چون انگار خدا دیگه اجازه نمیده تو بری خصوصی باش حرف بزنی، راز و نیاز کنی یا ازش کمک بخوای. بزرگترین خسارت اینه که تو از این ارتباط محروم شدی. نماز خوندن، عبادت کردن، انجام کارهای خوب اول از همه یه مجوز از سمت خداست. اگه این فرصت ازت گرفته بشه یعنی داری تنبیه میشی به خاطر یه سری کارهای اشتباه. حواست باشه اگه غرق توی سری کارهای اشتباه بشی، کم کم توفیق انجام یه سری از کارهای خوب ازت گرفته میشه. منظور من از اون نمازی که میگم فقط یه خم و راست شدن معمولی هم نیستا، یه نماز قلبی با یه حضور قلب حسابی، یه پل واقعی بین ما و خدا بسازه. بهش فکر کن، ببین که تا حالا خدا نعمتی رو ازت گرفته که داشتیش ولی قدرش رو نمیدونستی.